سلام دوستان، محمدم با یه ویدیو دیگه از واچپدیا. همونطوری که توی تایتل ویدیو نوشتم، امروز میخوام راجع به اصطلاحی براتون صحبت کنم به نام پیچیدگی یا کامپلیکیشن. خب لازمه که بهتون توضیح بدم زمانی که ساعت برای اولین بار در واقع اولین بارا روزای اولش اختراع شد، خب فقط زمان رو بهمون نشون میداد. یعنی ساعت‌های مچی تازه زمانی که صنعت ساعت سازی سوئیس اونا رو به صورت در واقع تولید انبوه میشه گفت داشت تولید میکرد و دست مردم میداد و به عنوان اغلب کالای لوکس در واقع دسته‌بندی میشد، به ما فقط ساعت و زمان رو نشون میداد، یعنی ساعت و دقیقه و ثانیه. بعدها با پیشرفت در واقع صنعت ساعت سازی اومدن ویژگی‌های دیگه‌ای رو به ساعت اضافه کردن. یعنی اومدن مثلا توی ساعت تاریخ رو گنجوندن، روز رو گنجوندن، اومدن برای سه ساعت‌ها تقویم طراحی کردن و همینطوری که این در واقع صنعت رشد می‌کرد، ساعت‌ها هم پیچیده‌تر می‌شدن. دقیقاً معنی کلمه کامپلیکیتد یا کامپلیکیشن یعنی پیچیدگی. یعنی هر ویژگی، هر اطلاعاتی که یه ساعت به جز زمان به شما بده بهش میگن یه پیچیدگی. مثلا آقا توی یه ساعت مکانیکی شما می‌بینی یه پنجره‌ای داره، نصفش در واقع دیسکی عکس خورشیده. توی 24 ساعت شبانه روز با گذشت زمان این دیسک میچرخه و به شما مثلا شب رو نشون میده. در واقع داره همون AMPM رو به ما نشون میده دیگه، یا بهش میگن در واقع نمودار ماه و خورشید یا همون ایندیکیتور سان اند مون. ولی خب من نمیخوام امروز راجع به ساعت‌های مکانیکی براتون صحبت بکنم، چون که بچه‌ها ساعت‌های مکانیکی هرچی پیچیده‌تر میشن، این در واقع هرچی به شما یه ساعت مکانیکی اطلاعات بیشتری نشون میده، خب نشون میده چقدر طراحی پیچیده‌تری داره و در واقع قطعاً از یک برند ممتازتر و معروفتریه که تاریخچه 100 ساله شاید داشته باشه و قیمتاشون هم بسیار بالاست. یعنی از چند صد هزار دلار هستن تا چندین میلیون دلار تعداد محدودی تولید میشن. شما برای داشتنشون باید هزینه و زمان خیلی زیادی منتظر بمونید. پس روی صحبت من کلاً در مورد ساعت‌های مکانیکی امروز نیست. میخوام بیام توی دسته‌بندی راجع به این در واقع ویژگی‌ها صحبت کنم که برای هممون قابل خریده. مثلا اگه امروز خواستیم بریم یه ساعت جی شاک بخریم، توی در واقع حالا سایتش وارد میشین یا کاتالوگش نگاه میکنین، نوشته آقا این ساعت جی شاک این آپشنا رو داره، این ساعت کاسیو این آپشنا رو داره، این پیچیدگی ها این ویژگی ها رو داره، این اطلاعات رو به شما نشون میده. اون موقع بدونی که آقا اصلا اینا معنیش چیه. خب چند تاش که خیلی واضحه. پیچیدگی دیت یا تاریخ، معمولا تمام ساعت‌های دیجیتالی به شما تاریخ رو نشون میدن، در واقع روز رو نشون میدن. اکثرا کرونوگراف یا استاپ واچ دارن. حالا کرونوگراف چیه؟ کرونوگراف در واقع شما میتونید باهاش زمان سنجی کنید که باز تو ساعت‌های مختلف با قیمت‌ها و کیفیت‌های مختلف متفاوته. مثلا تا 24 ساعت میتونه زمان گیری کنه، حالا یا کمتر. پس شد اولیش روز یا همون دیت که میشه تاریخ. کرونوگراف یا همون توی ساعت‌های اسپورت بهش میگن استاپ واچ. تایمر دارن خیلی از این ساعت‌ها. تایمر یعنی مثلا شما قراره تنظیم می‌کنید 12 ساعت دیگه آلارم بزنه، 13 ساعت دیگه آلارم بزنه، که اونم باز متفاوته. معمولا توی ساعتی که قیمتش پایین‌تر و نرماله تا 24 ساعت نیست این تایمره، ولی دیگه اکثر برندهای خوب مثل کاسیو یا دیگه ساعتایی که مدل جدیدتر اومدن تایمر تا 24 ساعت رو دارن. پس زمانی که توی اون کاتالوگ نوشته تایمر، معنیش اینه شما میتونید تایمر رو ست کنید. موضوع بعدی، بحث بعدی پیچیدگی آلارمه که حالا یه ساعتی شما میرین فقط توی کاتالوگش نوشته آلارم، یعنی این ساعت یه دونه آلارم داره. شما میتونید یه آلارم رو ست کنین توی در واقع تا مثلا آقا دیلی سر اون ساعت زنگ میزنه و به شما خبر میده. وقتی میگن که آقا یه ساعتی 5 تا آلارم داره، 3 تا آلارم داره، یعنی چی؟ یعنی میتونین آلارم‌های مختلف و برای زمان‌های مختلف توی یه روز در واقع شما ثبت کنین و مثل دقیقاً موبایلتون که آلارم میذارین زنگ میخوره دکمه اسنوز داره، میزنین و دوباره آقا 10 دقیقه بعد زنگ میزنه، 20 دقیقه بعد زنگ میزنه. اینم شد پیچیدگی آلارم. پیچیدگی بعدی خب ربط داره به همون در واقع تاریخ، هم یه ربط کوچولی داره. توی ساعت‌ها بچه‌ها یه چیزی تعبیه شده به نام تقویم. یعنی اکثرا شما این ساعتی که دارین، حتی این ساعت‌های فیک هم اینو دارن، ازتون میپرسه آقا امروز چه روزیه، مثلا تو چه ماهیه، به شما این دوتا رو نشون میده. وقتی نگاه میکنین مثلا زده 10/6، مثلا روز 20 ماه مثلا 10. ولی ساعت‌هایی که نوشته تقویم اتوماتیک یا تقویم در واقع اتوماتیک کلندر، حالا انگلیسی اگه خوندین سایتشو، معنیش چیه؟ معنیش اینه که این ساعت تقویمی داره که از وقتی که تنظیمش میکنی تا انتهای قرن نیاز نداره که دوباره تنظیم بشه. یعنی تمام اتوماتیکه. از شما 3 تا گزینه رو میخواد. زمانی که شما به شما میگه تاریخ چندمه، شما میزنین که آقا فلان مثلا 25 مثلا آقا برج 3 سال مثلا 2024.
2023. زمانی که اینا رو میزنین خودش، چون تمام اون تقویم اتوماتیک توی در واقع خودش ثبت شده از پیش‌فرض داره، روز خودش برای شما مینویسه. روز تو اون تاریخ پیدا میکنه، مینویسه آقا امروز چهارشنبه است و دقیقاً هم درست. شما زمانی که این ساعت رو تنظیم میکنین تا سال 2099 دیگه نیازی به تنظیم نداره. خودش اتوماتیک سالهای کبیسه رو کم میکنه، 31 روزه، ماهای 30 روزه همه رو در واقع محاسبه میکنه. و قرن جدید چون هر 100 سالی یه سال کبیسه کمه، برای اینکه انطباق بین تقویم قمری و شمسی به هم نخوره، دیگه این ساعت قابلیت اینو نداره که شما اون در واقع اون سال کبیسه کمتر رو حساب بکنه. پس لازمه که اگه این ساعت تو قرن جدید باز دست خودتون یا نوتون بود، توی در واقع قرن جدید اینو تنظیمش بکنه، یه بار دیگه تنظیم بکنه. پس این شد معنی تقویم تمام اتوماتیک. اون ساعتایی که تقویم اتوماتیک ندارن نیاز دارن که مدام تنظیمشون بکنین. شما نمیتونن تا مدت طولانی در واقع تنظیم خودشون نگه دارن. پیچیدگی بعدی پیچیدگیه که توی اکثر ساعت‌های در واقع دیجیتال و اسپورت شما نمی‌بینید، ولی معمولا اکثر جیشاک‌ها اینو دارن و یه موقعی هست یه ساعتی هم هست جیشاک نیست ولی اصطلاح همین پیچیدگی روی مدلش هست یا بهش میگن به اصطلاح ورد تایمر. ورد تایمر چیه؟ همونطوری که می‌دونین توی در واقع کره زمین ما مناطق زمانی مختلفی داریم، یعنی مناطق زمانی مختلفی تعبیه شده، تنظیم شده حالا طبق توافقاتی که داشتن. شما وقتی یه ساعتی می‌خرین که توش آپشن ورد تایمر داره، به این صورته که زمانی که ساعتی که کشور مبدأ مثلا شما تو ایران زندگی می‌کنین، شهر تهران، ساعت رو تنظیم می‌کنین، خودش به صورت اتوماتیک باقی شهرها رو نسبت به ساعت و در واقع منطقه زمانی که شما هستین تنظیم می‌کنه. و وقتی وارد بخش ورد تایمرش بشین، چنج کنین، میتونین ساعت در واقع پایتخت کشورهای دنیا به شما نشون میده. و یه سری ساعت‌ها هستن که مثلا 28 منطقه زمانی، 29 منطقه زمانی به شما نشون میدن. یه ساعتی میریم مثلا یه لول جدیدتر به شما نشون میده 33 تا منطقه زمانی رو به شما در واقع میتونید تایمش رو ببینید. پس این هم شد داستان ورد تایمر. ساعت‌های ورد تایمر میتونید مناطق مختلف زمانی شهراشو چک بکنید که چه ساعتیه، به صورت پیش‌فرض داخلش هست. یه آپشن دیگه هست، مثلا توی کاتالوگش نوشته آقا دوال تایم. دوال تایم یعنی چی؟ یعنی شما میتونین همزمان تنظیم بکنین. اگه الان مثلا توی تهران مثلا ساعت 9:15 است، 7:15 است، مثلا توی واشنگتن ساعت اون 6 صبح نمیدونم یا مثلا 12 ظهره، شما اون ساعت دومی که خودتون مد نظرتونه تنظیم میکنین، از توی اینترنت یا هر جایی چک میکنین، تنظیم میکنین توی اون ساعت و این همیشه اونجا هست. حالا یا روی صفحه میتونه بیاد، یعنی هر زمان نگاه میکنین هم ساعت فعلی رو به شما نشون بده جایی که الان هستین و هم ساعت کشور دوم یا کشور مقصد، یا که یه صفحه فرعی داره، یه دکمه باید بزنین که مودش عوض باشه بره رو دوال تایم، اون زمان رو به شما نشون بده. و دوال تایم رو با ورد تایمر اشتباه نگیرید. دوال تایم رو شما ساعت کشور مقصد رو باید بهش وارد کنید، توش بنویسید، ولی ورد تایم زمانی که شما ساعت کشور مبدأ خودتون رو تنظیم میکنین و شهری که در واقع مثل تهران که پایتخت اینجاست تنظیمش میکنین، خودش ساعت کشور دیگر رو اتومات تنظیم داره و مثل دوال تایم رو صفحه نشون نمیده. باید حتما برین توی پیج خودش رو ورد تایمرش رو چک بکنید. آپشن دیگه ای که توی خیلی از این ساعت‌های در واقع دیجیتال هستن، حالا AMPM بهش میگن، 12:24 بهش میگن، میتونین ساعت رو تو تنظیمات اینجوری تنظیم کنین که زمان رو به شما مثلا اینجوری نشون بده که ساعت مثلا 2 ظهر رو بنویسه 14 یا بنویسه همون 2 یه PM بغلش بیاره. اینم بهش میگن در واقع AMPM، یا توی حالا ساعت‌های مکانیکی هم مدل‌های دیگه نشونش میدن، نمایشش میدن. پس اگه جایی نوشته بود که 24-12 ساعت تو کاتالوگی خوندین خاصی ساعتی رو بخرین، بدون که این آپشن رو داره. یکی از در واقع پیچیدگی‌های خیلی جالبی که من خیلی دوستش دارم و خب چون خودم در واقع کارم با دریا و غواصی مرتبطه ازش استفاده میکنم و ساعت‌های دوستام دارن که این آپشن توشون هست، بهش میگن مون فیز. اگه توی طراحی ساعت یا در واقع مثلا یکی از ساعت‌های جیشاکی که حالا مون فیز داره یا ساعتی که مون فیز داره دقت کرده باشین، یه کره کوچولو معمولا توشه یا تو صفحه‌اش یه کره‌ای گذاشته شکل ماه داخلشه. به این آپشن یا پیچیدگی میگن مون فیز. مون فیز یعنی فازهای ماه. خب میدونین دیگه ماه دور کره زمین داره میچرخه، خب ما هم داریم با در واقع همین چرخش دور خورشید میچرخیم. پس هر روز موقعیت ماه نسبت به زمین متفاوته و نور خورشید یه جور دیگه بهش میتابه. پس دلیلش همینه که همیشه شما ماهو تو آسمون قرص کامل نمیبینین، یه بار هلاله یه بار قرص کامله.
حالا این مون فیز یا فازهای ماه که گفتیم به چه درد ما میخوره؟ مثلا آقا اونایی که غواصن، اونایی که دریا میرن، حالا چه صیادی میکنن چه به دریا کار دارن، میاد به شما موقعیت ماه تو روزهای مختلف نشون میده دیگه. مثلا یه صفحه گردی داره توی ساعت نشون میده یا ماه کامله، قرص کامله یا هلاله. یعنی شما میتونین ازش کمک بگیرین واسه در واقع حساب کردن جریان توی کشتیرانی، یا موقعی که میخواین برین غواصی کنین نگاه میکنین چه روزی از ماه، با توجه به اون زمانی که دارین این غواصی توی نسبت به جزر و مد میتونین بفهمین که جریان آب زیاده یا کمه. به جز این معمولا ساعتایی که مونفیز رو دارن، معمولا نمیگم تو همشون، معمولا ساعتایی مثل یه سری از جیشاکا، یه سری از ساعتای کاسیو کیو که من خودم دیدم، اونایی که در واقع مونفیز رو دارن اکثرا یه پیچیدگی دیگه هم دارن که بهش میگن تایت گراف. تایت گراف چیه؟ تایت گراف میاد از شما چند تا آیتم رو میخواد. یکیش طول جغرافیاییه، یکیش ضریبیه که در واقع فارسیشو بخوام به شما بگم میشه ضریب تأخیر ماه. یعنی مثلا آقا ماه الان از بالا سر این منطقه زمانی ما، این طول جغرافیایی ما رد میشه، یه ضریبی داره تا چند ساعت بعدش هنوز تاثیر روی در واقع آبها نمیذاره. اون ضریب ازتون میخواد که توی کاتالوگ خودش توضیح داده، اسمشو کامل نوشته، اون ساعتی که میخرین توش در واقع تایت گراف داره. طبق اون میرین سرچ میکنین تو منطقه زمانی کشوری که هستین، هم UTC رو وارد میکنین، یعنی تأخیر زمان اون در واقع منطقه زمانی نسبت به ساعت جهانی، هم طول جغرافیاییتون رو خیلی راحت پیدا میکنین با یه سرچ تو گوگل یا گوگل مپ واردش میکنین، هم در واقع این ضریب تأخیر ماه که ثابته. این ستا رو که بهش وارد میکنین دقیقاً عین اون سایتی که میرین باش جذر و مد رو چک میکنین رو ساعتتون میاره بالا. یه حالت موج داره، توی این موج نشون میده یه قله‌ای داره و یه دره. اون قله در واقع های تاید یا جذر مد کامل رو نشون میده، اون دره هم که لو تاید یا جذر رو نشون میده. تو این بین هم شما میتونید متوجه بشین الان مثلا این ساعت داره دقیقاً نشون میده که آب بالا بوده، الان داره میره به سمت در واقع جذر، یا آب پایین بوده، دریا داره آبش پر میشه و میاد به سمت مد. طبق این جدول و اون در واقع مونفیز شما میتونید بیاین محاسبه کنین چه ساعتی به این دریا مناسبه. البته اینم بگم تو خود کاتالوگ مثلا کاسیو اینو نوشته که پیچیدگی مونفیز یا فازهای ماه یه خطای یه روزه داره، یعنی با یه اختلاف یک روز جلو و عقب به شما نشون میده موقعیت هلال‌های مختلف ماهو. توی جدول جذر و مد هم همین رو نوشته که خطاش یک ساعته، یعنی امکان داره الان مثلا مد کامل باشه، در واقع اون تایت گراف شما یک کوچولو عقب‌تر باشه، هنوز یه ساعت نرسیده به مد کامل باشه. با در نظر گرفتن این چند تا آپشنی که بهتون گفتم، فکر می‌کنم اگه ساعت مورد علاقتون رو توی گوگل خیلی راحت، مثلا آقا ساعت خودم کاسیو DW290 1AV سرچ می‌کنم، میرم توی سایت کاسیو. حالا یه سری از سایت‌ها فارسی ترجمه هستن، یه سری هم که نه انگلیسیه، ولی خب انگلیسیش هم ساده است دیگه، مثلا چیز پیچیده‌ای ننوشته، همین یکی اینا رو اسم برده که آقا تقویم مثلا اتوماتیک کلندر، تقویم اتوماتیک، مون فیز، تایت گراف، اینا رو که بخونین میتونین در واقع متوجه بشین اون ساعتی که دارین می‌خرین به درد شما می‌خوره یا نه. تماما هم راجع به ساعت‌های اسپورت و دیجیتالمون صحبت کردم، چون ساعت‌های در واقع مکانیکی که بخواد این آپشن‌ها رو داشته باشه، یعنی ساعتی که تشکیل شده از چرخ‌دنده و فنر و یه سری سنگ‌های معدنی و در واقع فقط همینه با همینا داره کار میکنه، خیلی سخته، خیلی طراحی شاهکاره که بتونه فازهای ماه رو نشون بده، بتونه جدول در واقع جذر و مد رو نشون بده، تاریخ در واقع تقویم ابدی داشته باشه، تمام اتوماتیک داشته باشه، تا 100 سال بتونه کار بکنه. واسه همینه که یه ساعتی مثل استرونومیا گرند کامپلیکیشن از کمپانی واشرون کنستانتین تمام اینا رو به صورت مکانیکی نشون میده و قیمتش $1,000,000. ساعت گرند کامپلیکیشن در واقع کمپانی پاتک فیلیپ یا همون گرند مستر قیمتش $2,250,000. از اون طرف ساعت در واقع گرند کامپلیکیشن کمپانی ژژلکود، کمپانی اودمار پیگه، قیمتاش فضاییه. ولی من کلا خواستم اختصاص بدم به اینکه شمایی که در واقع بودجمون به اون ساعتا که نمیرسه، میخوایم بریم یه ساعت بخریم 10 میلیون، 5 میلیون، 3 میلیون، چه ساعتی رو میتونیم خرید کنیم؟ تو همون کاتالوگ 3 میلیون تومان شما توی گوگل که سرچ بکنین، توی این پیجایی که در واقع ساعت‌های کاسیو، ساعت‌های جی-شاک، ساعت‌های اسپورت میفروشن سرچ بکنین، مثلا آقا 10 مدل ساعت به شما نشون میده. خب شما این 10 مدل ساعت نمیدونید کدومش چه کاربردی داره که. از توی این ویدیو راحت دیگه میتونید متوجه بشین. اگه توی یه ساعتی میخوام بخرم نوشته تایت گراف داره، خب این چجوری جذر و مد حساب میکنه؟ اگه نوشته مثلا فازهای ماهو نشون میده، کاربردش چیه؟ بشه درد میخوره. اصلا منی که
به دریا نزدیک نیستم آیا این به دردم میخوره، یا آیا منی که میرم هر روز غواصی میکنم به جای اینکه هر روز برم سایت رو چک کنم، هر روز مثلا بشینم و چک کنم، من خیلی راحت میتونم از توی همین ساعتم نگاه بکنم و باهاشون برم در واقع کارم رو راه بندازم. خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون هستم و اینکه امیدوارم ویدیو رو تا انتها نگاه کرده باشین و منو سابسکرایب هم کنین.